صرف نظر از مخالفت متفقان اروپایی، ایالات متحده آمریکا یکجانبه تحریم جمهوری اسلامی ایران را برقرار می‌کند. روز شنبه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو همزمان با اعلان این اقدام گفت ایالات متحده آمریکا بر ضد کشورهای نادیده گیرنده تحریم چاره خواهد اندیشید. ما به سازمان ملل متحد برمیگردیم تا تحریم ها را برقرار کنیم و هفته آینده تحریم سلاح به ایران دائمی خواهد شد. ما باور داریم که این عمل به نفع تمام کشورهای عالم است. بعد این اظهارات یعنی روز یکشنبه در بازارهای پول ایران قرب دلار آمریکایی از 267,800 تا 273,000 ریال بالا رفت. روز یکشنبه حکومت ایران اقدام آمریکا را تنقید نموده پیش بینی کرد که جامعه جهانی بر ضد آن قیام می‌کند. به قول پرزیدنت ایران حسن روحانی، ایالات متحده آمریکا در تنهایی قرار می‌گیرد، زیرا ایران و دیگر کشورهای شریک در پیمان هسته‌ای سال 2015 به آن صادق می‌مانند. قبل از اعلان ایالات متحده آمریکا، سه اشتراکچی این سازش، بریتانیا، فرانسه و آلمان تاکید کردند که پس از 20 سپتامبر هم اجرای بندهای پیمان هسته‌ای سال 2015 را ادامه می‌دهند.